امروز اومدم یکی از تجربه‌های خوب زندگیمو باهاتون به اشتراک بذارم. فکر کنم شاید گاهی شما هم مثل من دچار این مشکل و این سوال از خودتون شده باشین: آیا واقعا من کافی هستم؟ توی دنیای مجازی که همه فیلتر شدن و همه حتی روی احساساتشون هم فیلتر میذارن، خود واقعیت بودن خیلی شجاعت میخواد. به نظر من یکم از این قضاوت ها، حسادت ها، مقایسه ها کم کنیم تا بتونیم خود واقعیمون باشیم، همون چیزی که هستیم باشیم. مرز بین خود واقعیم بودن و بهترین ورژن خودم بودن خیلیه. که آیا واقعا من خوبم؟ لباسی که پوشیدم خوبه؟ نمیدونم، هر چیزی که شما توی فضای مجازی میبینیم شاید به شما حس ناکافی بودن بده. توی فضای مجازی الان خود واقعیت بودن از همه چی قشنگتره و شجاعت بیشتری میخواد، چون تقلید کردن و مثل بقیه بودن که کاری نداره. اگه بخوای مثل بقیه لباس بپوشی، مثل بقیه رفتار کنی، موهاتو همون رنگ کنی، همون رژ لبو بزنی، این که دیگه تو نیستی. خود واقعیت همونیه که فکر میکنی این لباس بهت میاد، این رنگ مو بهت میاد. قرار نیست همه تو رو تایید کنن. همین که خودت و خانوادت و فرزندت و همسرت ازت راضی باشن، به نظر من کافی ترین چیزه. اگه تو هم مثل من این حسو داری، پس ما مثل همین.